نکته قابل توجه دیگر ارتباط تغذیه مادر حین بارداری با مزاج کودک می باشد. تحقیقات نشان دادند با توجه به اینکه جوانه‌های چشایی زبان نوزاد در بدن مادر شکل می‌گیرد و این جوانه‌ها مسئول حس کردن مزه غذا هستند، چگونگی تغذیه مادر در حین بارداری می‌تواند تعیین کننده تعداد این جوانه‌ها در قسمت‌های مختلف زبان شود. مثلا اگر مادر غذای شور بخورد، این جوانه‌ها جوری تطابق پیدا می‌کنند که نوزاد بعد از تولد نیز به غذای شور تمایل بیشتری نسبت به غذای کم نمک نشان می‌دهد و این یعنی خوردن غذای شور بیشتر، فشار خون، بیماری‌های کلیوی و هزاران بیماری دیگر که در پس این بیماری‌ها خود را نمایان می‌کنند. یادمان باشد تغذیه صحیح امروز ما یعنی سلامت آینده فرزند ما.